سلام به همه دوستان. آماده اید تا با هم سفری به قلب یکی از بزرگترین اسرار تاریخ بکنیم؟ جایی که وقتی قدم بهش میذاریم انگار یک ماشین زمان قدیمی تو رو با خودش میبره به دوران پادشاهی بزرگترین امپراتوری های دنیا. بله، داریم از تخت جمشید حرف میزنیم، شهری که حتی امروز هم با تمام عظمت و شکوهش سوالات بیپایانی رو توی ذهن ما میذاره. ساخت و ساز تخت جمشید در دوران داریوش، پسرش خشایارشاه و پسرزادش اردشیر یکم ادامه داشت و هر یک از این پادشاهان بخش‌هایی را به این ساز اضافه کردند. ساخت و ساز تخت جمشید در واقع 188 سال ادامه داشت و تا پایان حکومت هخامنشیان یعنی 330 پیش از میلاد ادامه یافت و هیچ وقت به پایان نرسید. در سال 518 قبل از میلاد داریوش فرمان ساخت قصری شاهانه را در سرزمین پارس داد و سپس سازه‌های شگفت‌انگیز و با شکوه تخت جمشید در تپه‌ای بزرگ در دامنه کوه مادیان در نزدیک مرودشت ساخته شد. معماران و هنرمندان از 4 گوشه دنیا دعوت شدند تا با هماندیشی و همکاری یکدیگر اولین بنایی را بسازند تا بتوانند هزاران سال نماد صلح و وحدت و برابری باشه و اون بنا تخت جمشید یا پرسپولیسه. ایرانیان در قرن ششم پیش از میلاد به رهبری کوروش بزرگ و در دوران حکومت داریوش بزرگ موفق به تشکیل حکومتی جهانی شدند که از رود دانوب در اروپا تا دریای آرال در آسیای مرکزی و از اقیانوس هند و رود سند تا حبشه و لیبی گسترش داشت. در واقع آنان به نیمی از سرزمین‌های آن دوران حکومت می‌کردند. سازه عظیم تخت جمشید مملو از اسرار و شگفتی و فرهنگ درخشان مردمانی است که در حال حاضر حتی خرابه‌ها و ویرانه‌های آن پس از 2500 سال هنوز مورد تحسین هر بیننده‌ای از سراسر جهان قرار می‌گیرد. در اینجا چندین مورد از شگفتی‌های تخت جمشید رو برای شما نام میبرم. پس لطفاً حتما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا افراد بیشتری با ایران باستان آشنا بشن. شگفتی دهم، کاخ آپادانا یا تالار ستوندار. کاخی که بیش از 10,000 متر وسعت داره و در زمان باستان دارای 72 ستون بوده. این کاخ به خاطر ارتفاع 20 متری ستونها و فاصله غیر معمول ستونها از هم جزء شگفتی‌های دوران باستان به حساب میاد و دیگه نظیر اون ساخته نشده. از این 72 ستون 36 ستون در تالار مرکزی و بقیه در ایوان‌های شمالی، شرقی و غربی قرار داشتند و هر ستون به وسیله سنگ‌های تراش خورده تزئین شده بودند. وزن هر یک از ستون‌ها به 90 تن میرسد و در بالای آنها سرستون‌های گاو دو سر و یا شیر دو سر که وزن هر کدام از آنها به 1.5 تن میرسید قرار میگرفت. فقط یک لحظه چشماتون رو ببندید و تصور کنید توی همچین کاخ با عظمت ایستادید. شگفت انگیزه نه؟ شگفتی نهم، در تخت جمشید حدود 3000 نقش برجسته و تندیس وجود داره که بسیاری از آنها از تمدن بین النهرین و آشور الهام گرفته شدند. اما برخلاف آنها حتی یک مورد نمیتوان یافت که مربوط به جنگ یا صف اسیران و از بین بردن دشمنان و یا قدرت نمایی پادشاه باشه، بلکه در تمام آنها به دوستی، مهربانی و اتحاد اقوام مختلف دنیا اشاره میکنه و همین موضوعه که باعث شگفتی دنیا شده
چون 500 سال پیش از میلاد نمونه اینچنینی وجود نداشته. شگفتی هشتم. بیاید بریم سراغ یکی از مهمترین بخش‌های تخت جمشید، کاخ 100 ستون. همونطور که از اسمش پیداست این کاخ 100 ستون داشت که هر کدوم نزدیک به 14 متر ارتفاع داشتند. حالا تصور کنید این ستون‌ها چطور اونقدر بلند و دقیق تراشیده شدند که انگار با دستگاه لیزری برش خوردند. اما چیزی که خیلی جالب تره نقش و نگارهایی هست که روی این دیوارها دیده میشه. شیرها و گاوها که به نظر میاد نمادهای قدرت و پایداری بودند و با دقتی حک شدند که آدم رو حیرت زده میکنه. شگفتی هفتم. یکی از بخش‌های شگفت‌انگیز تخت جمشید که هیچ وقت دیده نمیشه کانال‌های زیرزمینی اونه که بیش از 2 کیلومتر درازا دارند. هخامنشی‌ها در برخی قسمت‌ها صخره‌ها را تا 9 متر تراش داده و پایین رفتند و در بخش‌هایی تونستن با گذاشتن سنگ‌های غول‌پیکر به شیب مورد نظرشون دست پیدا کنند. اونها با روش‌های خاص خودشون تدابیری اندیشیده بودند که آب بدون گلولای از کانال خارج بشه. شگفتی ششم. تا به امروز بیش از 30,000 گل نوشته از کاوش‌های تخت جمشید به دست اومده که از لحاظ اندازه و متر کوچک و مختصرند، اما به لحاظ محتوا از با ارزش‌ترین اسناد دوران هخامنشیان به حساب میان. بر اساس این گل نوشته ها که در حال حاضر اکثرشون در آمریکا نگهداری میشن، مشخص شده که در دوران فعالیت تخت جمشید به کارگران مزد پرداخت می شده. حقوق زن و مرد برابر بوده و زنها می تونستند به صورت تمام وقت یا پاره وقت کار کنند. زنان از حق ارث برابر برخوردار بودند و مادران حقوق زایمان داشتند و کودکان نیز دارای حمایت اجتماعی بودند. این همه تأمین اجتماعی که حتی امروزه در کشور پیشرفته‌ای مثل آلمان به طور کامل به اون عمل نمیشه، برای اون دوران مثل معجزه بوده. بدون شک گل نوشته های اداری سندی قطعی از نظام اداری و اجتماعی دوران هخامنشیان‌اند. شگفتی پنجم. حالا کاخ ملل. اینجا جایی بود که نمایندگان از سرزمین‌های مختلف امپراتوری هخامنشی به دیدار شاه می اومدند. یه جور کاخ دیپلماسی بوده. روی دیوارها تصاویر نمایندگان مختلف از کشورها و ملل مختلف حکاکی شده، هر کدوم با لباسها و هدایای مخصوص به فرهنگ خودشون، و میشه گفت اینجا مثل یک جشنواره بین المللی بوده که هر کشوری با فرهنگ خاص خودش حضور داشته و انگار یک جور سازمان ملل باستانی بوده. شگفتی چهارم. یکی دیگه از شگفتی‌های تخت جمشید معادن سنگ اون بوده. مهندسان و معدنکاران میتونستن با ابزارهای ابتدایی و ساده خود سنگ‌هایی تا وزن 250 تن رو از معدن استخراج و به پایین کوه منتقل کنن و بعد از اینکه طرح اولیه رو روش پیاده کردن اونو به تخت جمشید انتقال بدن. شگفتی سوم. آپادانا دارای دو جفت پلکان دو طرفه است که در سمت شمال شرق است که طول هر کدوم از دیواره های اون 81 متره. ورودی این دیواره ها صفی از سربازان، بزرگان کشوری و 23 قوم هدیه آور از ایران بزرگ رو حک کردند.
در مرکز این پلکان نقشی از پادشاه قرار داشته که در یک دست عصایی به نشانه پادشاهی داره و در دست دیگر گل نیلوفری رو به نشانه صلح و دوستی تقدیم به هدیه آوران میکنه. شگفتی دوم، یکی از دغدغه‌های مهم معماران و مهندسان حفاظت این مجموعه عظیم و شگفت‌انگیز در مقابل عوامل طبیعی و به ویژه باران بوده. ناودان‌های آجری و قیراندون، ناودان‌های تموشه‌ای، کانال‌های روباز و چاه‌سنگی از جمله تدابیری بوده که اونها برای جلوگیری از گزند باران و سیلاب‌ها در نظر گرفته بودند. حالا فکر کنید اون زمان سیستم فاضلاب چنین پیشرفته‌ای داشته، اما الان یه سیل میاد و خودتون میدونید که چی میشه. و بالاخره شگفتی اول، آینده نگری و اهمیت به حفظ تاریخ و اطلاعات برای نسل‌های بعدی. در آن زمان پادشاه داریوش دستور داد تا لوح‌های زرین و چندین سکه را در زیر چند ستون در کاخ آپادانا در مکانی امن نگهداری کنند تا از آسیب دیدگی و یا نابودی محافظت شوند. این الواح به زبان‌های مختلفی مثل فارسی باستان و ایلامی نوشته شدند و اطلاعات با ارزشی از تاریخ، فرهنگ و نظام اجتماعی این دوره به ما می‌دهند. علاوه بر آپادانا، کاخ‌های دیگه‌ای مثل کاخ تچر و کاخ صدستون به عنوان محل نگهداری مستندات و لوح‌های اداری استفاده می‌شدند. به نظر پادشاهمون می‌خواسته که 2500 سال بعد ما اون لوح‌ها رو پیدا کنیم و از عظمت و شگفتی‌های دوران اوج ایران باستان با خبر بشیم. تاریک‌ترین بخش تاریخ تخت جمشید نابودی اون توسط اسکندر مقدونیه. اسکندر بعد از فتح ایران این بنا رو به آتیش کشید. حالا خیلی ها میگن به خاطر حسادتش نسبت به عظمت این شهر بوده. احتمالاً اسکندر فهمیده که هرگز نمیتونه چیزی به این عظمت بسازه و تصمیم گرفته اونو از بین ببره. اون وقتی به تخت جمشید وارد شد دستور داد 3000 قاطر و شتر از شوش و بابل بیارن تا بتونن انبوه طلا و ثروت رو از خزانه هخامنشی که شامل 120,000 تالان زر و سیم به همراه پرده ها و پارچه های نفیس و فرش های عالی رو از جا بکنن و با خودشون ببرن. توی پرانتز اگه اسکندر روش میشد میگفت ستونها رو هم بکنیم ببریم. در نهایت تخت جمشید با تمام شکوه و عظمتش همچنان ایستاده، با تمام رازها و داستانهایی که در دل خودش داره. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. اگه از این سفر تاریخی لذت بردید شما هم از شگفتی‌های تخت جمشید برامون بنویسید و نظرتون رو بگید و فراموش نکنید اسرار باستان همیشه برای کشف شدن هستند. بدرود.